و متاسفانه سیاسیون ما، روشنفکرای ما کاملا بی‌توجهن به بودجه ها، چه برسه به توده مردم، در صورتی که سیاسی ترین و مهمترین سند تصمیم گیری و اداره کشور بودجه هستش و شما خیلی چیزا رو اونجا میتونید بکاوید و ببینید. بنابراین مسئله فقط کسری بودجه و تورم نیسته. شما انتظاراتی که دولت باید برای شما به عنوان شهروند برآورده بکنه همه رو باید تو آینه بودجه ببینید و ببینید که آیا میتونه نمیتونه و چه محدودیتی. برای این بودجه واقعا سند خیلی مهمی هستش. از یه جایی بعد مصوب شد که هر هزینه‌ای میخواد اضافه بشه حتما باید مشخص بشه درآمدش از چیه، نمیشه همینجوری یک هزینه اضافه بشه. عملا اتفاقی که افتاد اینه که هزینه‌های واقعی به بودجه اضافه میشه، منابع موهومی میگیم خب اشکال نداره، مثلا فلان مالیات مثلا تخمین زده شده مثلا 200 میلیارد تومان درآمدش بشه، میگیم اشکال نداره مثلا بذاریم 2000 میلیارد تومان که مثلا اون هزینه‌هایی که اونجا دادیم بود. یعنی عملا منابع موهومی، هزینه‌های واقعی. عملا دولت میمونه اینجا چیکار بکنه؟ نه به امور جدی و مهم خودش میرسه، نه اون هزینه‌ها رو درست میتونه مصرف کنه، از اون دچار کسری بودجه میشه و مشکلات دیگه که بعدش میاد. اگر مردم عقلایی فکر بکنن، خب میگن خب من مالیات بیشتر میدم خدمات بیشتر میگیرم، خب این عقلایی هستش. اگه مردم میگن مالیات نمیدیم ولی خدمات بیشتر میخوایم، خب میگیم غیر عقلایی هستش. اما اگه مردم فکر کنن من مالیات بیشتر میدم، یه دولت ناتوانه بیز بهش پاش میکنه ولی خدمات بیشتر نمیده، تصمیم عقلایی همینه که ندم. خب یعنی ما چند حالت داریم، پول نمیدیم خدمات نمیگیریم، پول میدیم خدمات میگیریم. خب یه حالت بد داریم، پول بدیم خدمات نگیریم. خب طبیعی جامعه به این تن نمیده. شما یه دولت کارآمد میخوای که اون وقت این بتونه پوست جامعه رو بکنه، مالیات زیاد بگیره، بعد خدمات محکم بده بشه. هر سلام دارم خدمتتون جناب دکتر سرزنی، جناب دکتر تجریشی. خیلی تشکر میکنم این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین. خب این گفتگوها که به صورت مشترک بین مجموعه آزاد و مؤسسه حامی برگزار میشه، داریم تلاش میکنیم که یه مقدار نقش حوزه‌های مختلف علوم انسانی، اجتماعی و اقتصاد رو تو مسائل واقعی کند و کاش بکنیم و ببینیم که چه نقشی دارن، چه دیدگاه‌هایی وجود داره. خب در حوزه اقتصاد یکی از مسائل خیلی مهمی که جامعه این چند وقت درگیرش شده و در موردش گفتگو زیاد میشه مسئله بودجه و شاید بیشتر در پرتو مسئله کسری بودجه باشه که شاید یه ذره ثمرش تو مسئله تورم مردم حسش میکنن. خب این گفتگوهای مفصلی بوده داخل جامعه، ولی به نظرم لازمه که ما یه قدری تأمل بکنیم که اساساً چرا جامعه باید مسئله بودجه دولت براش مهم باشه، با چه مأموریتی دولت بالاخره این هزینه رو داره به وجود میاره، جامعه در مقابل چه انتظاری باید داشته باشه و در نهایت اون چیزی که تحت عنوان بودجه داره مسئولیت‌ها و اولویت‌های سالانه دولت رو نسبت به جامعه نشون میده، جامعه چجوری باید در موردش فکر بکنه. اگر موافق هستیم با حضرت عالی شروع بکنیم یه ترسیمی از مسئله بودجه و ضرورت. بودجه در واقع چارچوب فعالیت دولت رو نشون میده. اگه 200 سال قبل برگردیم دولت تقریبا وظیفه‌ای نداشتن در قبال جامعه. یه آدم قلدر بود، 4 تا مزدور جمع میکرد، به زور حاکم میشد، هیچ وظیفه‌ای نداشت. خیلی لطف میکرد، امنیتی تو شهر ایجاد میکرد، یه دادگاه هم میذاشت مردم دعواشون رو حل بکنن. اصلا دیگه هیچ وظیفه‌ای نه در قبال بهداشت مردم، در قبال آموزش مردم، در قبال فقر مردم، هیچ وظیفه قائل. خب هر چی جلوتر اومدیم نقش دولت هم در کشور غربی هم تو کشور خودمون به مرور بیشتر شده و طبعا انتظار جامعه از دولت بالا رفته. شما هم که پاتون از خونتون میذارید بیرون با مسائل ترافیک روبرو هستید، با بهداشت شهری روبرو هستید، با امنیت روبرو که کسی نید کیفتون رو بزنه، موبایلتون رو بزنه، اینکه کسی تصادف کردید اورژانس برسه. تمام اینها اموری هستش که به زندگی جمعی ما برمیگه که دولت توش موثره. خب وقتی اینجوری هستش ما رفاهمون بخشی از زندگی درون خونه میاد، بخشی از رفاه زندگی بیرون خونه میاد. تازه همون رفاه درون خونه بخشش مربوط به دولت آب و برق و گاز و امثال هم. بنابراین خواهی نخواهی دولت برای ما مهمه، چون رفاه ما گره خورده به عملکرد دولت. و وقتی میخوایم به دولت فکر کنیم حتما باید در چارچوب بودجه فکر کنیم، چون بودجه نشون میده که دولت چقدر میتونه فعالیت بکنه، چه کارهایی میتونه.
و یکی از مهمترین دستاوردهای مشروطه به نظر من این بود که بودجه باید تو مجلس تصویب بشه و شفاف باشه و نماینده های مردم به نیابت از جامعه ببینن که دولت با پول ملت چی کار داره میکنه. در واقع بودجه آینه تصمیمات سیاسی هستش. شما این همه بحث و مناقشه است که چه تصمیمات سیاسی گرفته میشه، همه این انعکاس کمیش تو قانون بودجه هستش. برای خیلی خیلی چیز مهمی هستش و متاسفانه سیاسیون ما، روشنفکرای ما کاملا بی‌توجهن به بودجه ها، چه برسه به توده مردم. در صورتی که سیاسی ترین و مهمترین سند تصمیم گیری و اداره کشور بودجه هستش و شما خیلی چیزا رو اونجا میتونید بکاوید و ببینید. بنابراین مسئله فقط کسری بودجه و تورم نیست. شما انتظاراتی که دولت باید برای شما به عنوان شهروند برآورده بکنه همه رو باید تو آینه بودجه ببینید و ببینید که آیا میتونه نمیتونه و چه محدودیتی. برای این بودجه واقعا سند خیلی مهمی هستش. خب در خصوص اون بخشی از بودجه که باید روش تأمل بشه، نظارت بشه، دقت بشه، اگه موافقین در خصوص از هزینه ها شروع بکنیم. چون طبعا نکنید ما دو جور انتظار از دولت داریم. تو یه نگاه خیلی خیلی ساده، اگه بخوام خیلی ساده بکنیم موضوع، یکی این هستش که دولت برای ما زیرساخت درست بکنه، بالاخره اتوبانایی بزنه، زیرساختای اینترنت فراهم بکنه، زیرساختای قطاره سریع السیر رو، حمل و نقل باری و هوایی و فلان این چیزا رو برامون ایجاد بکنه. اینا میشن زیرساخت اینفراستراکچر به اصطلاح. چرا اینا مهمه؟ چون رشد باشون میشه، توسعه با اینا ممکن میشه. وقتی شما نداشته باشی نمیتونید توسعه پیدا کنید، کشور عقب مونده میشه. پس این یه کار خیلی مهم دولت هستش. یه کار دیگه که به زندگی روزمره ما خیلی مرتبط، خدمات عمومی دولت است که تو اقتصاد بهش میگن کالاهای عمومی. به نظر من تعبیر خدمات عمومی بهتر بود از کالای عمومی، ولی خب اون عبارت پابلیک گودز به اصطلاح جا افتاده. چیزایی هستش که شما نمیتونید انتظارش بخش خصوصی برای شما فراهم بکنه. اینکه پلیس داشته باشی، امنیت شهرت رو برقرار بکنه، خونت نیستی خیال راحت باشه که بالاخره وسایلتو نمیبرن، خیال راحت باشه که اگه کسی اومد شما میتونی زنگ بزنی پلیس بیاد کمکت. و سلامت عمومی، بیماری واگیردار، مثلا یه زمان خب سیل نمیدونم وبا چقدر کشته میگرفتش. خب الان شما این هر جا این مشکلات هست سریع امحا میشه و حل میشه. مسائل واکسیناسیونی عمومی مثلا این کرونا و فلان این حکومت دولت‌ها خیلی فعال شدن و شروع کردن، منتظر نموندن بخش خصوصی بیاد کاری بکنه، نه خود دولت‌ها فعال وارد شدن و امثال هم. شما تا دلتون بخواد مسائل کالای عمومی توی کشور مطرح هستش. در کنار این کالای عمومی بحث‌های دولت رفاه هم هست که فراتر از کالای عمومی هستش. یعنی شما دیگه تو دولت‌های مدرن انتظار دارید که لااقل دولت‌ها آموزش عمومی رو به صورت رایگان برای عموم جامعه فراهم بکنن. بچه‌ها از آموزش عمومی به دلیل فقر خانواده‌شون جا نمونن. بهداشت عمومی و بهداشت پایه رو شما انتظار دارید و بسیاری از دولت‌های مدرن تأمین سرپناه برای فقرا رو انتظار دارن. میخوام من خود سرماخوردگی دارم. و اینکه یه حداقل معیشتی برای فقرا تأمین بشه، اینا خدمات دولت رفاه هستش. حالا این میتونه وسیع‌تر هم باشه. رو آموزش عالی بعضی کشورها از جمله کشور خودمون بست پیدا کرده که مثلا آموزش عالی به صورت رایگان برای لااقل بخش عمده از جامعه تأمین میشه. خب اینا خدماتی هست که دولت ارائه میکنه. یه سری دیگه از خدمات دولت تحت عنوان رگولیشن هست یا تنظیمگری هستش. منظور این هستش که یه جایی هستش که بازار درست کار نمیکنه به صورت طبیعی. خب دولت باید مداخله کنه. شما وقتی میری رستوران مطمئن نیستی که این گوشت گوسفند داری میخوری یا گوشت الاغ یا گوشت اسبه. این کی باید؟ نمیتونی بری بیام من میخوام آشپزخونه‌تو ببینم بعد غذاتو بخورم. تازه ببینم نمیتونی تشخیص بدی. شما باید بالاخره یه نهادی باشه بیاد سلامت تمام آشپزخونه‌های رستوران‌ها رو چک بکنه. درست شد. داروهایی که فروخته میشه یه جایی باید چک کرده باشه که این داروها حداقل عوارض رو برای افراد داشته باشه. اینا رو شما توجه بکنید. وظایفی هست که نمیتونید باید احاله بدید معمولا به بخش خصوصی و اینها. جا باید دولت این مسئولیت رو اینا رو تحت عنوان رگولیشن هست.
و حالا رگولیشن شکلی خیلی پیچیده هم میتونه پیدا بکنه، مثل تنظیم فعالیت بانک‌ها، حقوق مصرف‌کننده ضایع نکنن، رقابت‌های ناجور نداشته باشن، یا تقلب تو بورس نباشه و امثال هم توی بیمه ها برخلاف حقوق مصرف کننده، تولید کننده، اینا هی تعارض پیدا میکنه. یه کسی باید بیاد اینا رو تنظیم بکنه و چه کسی بهتر از دولت میتونه این کار رو انجام بده. بنابراین تمام این به اصطلاح میگن کارکرده یا فانکشن ها رو انتظار داریم دولت انجام بده. اینها جز با هزینه جاری ممکن نیست. یعنی شما یه بودجه بذاری، یه سری کارمند بگیری، بهش بگیم دیوان سالار، بوروکرات و تکنوکرات، فن سالارها، اینها رو استخدام بکنید که بیا این کارکرده رو برای شما داشته باشن. خب من تا الان چی گفتم به لحاظ نظری، تئوریتیکلی به اصطلاح، دولت چی کارا باید بکنه؟ کالای عمومی درست کنه، رگولیشن انجام بده، خدمات دولت رفاه داشته باشه و زیرساخت. خب با بودجه جاری و بودجه عمرانی این خدمات رو میتونه بده. حالا واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ خب این یه قصه دیگه است. عملا اگه بریم نگاه بکنیم که دولت تو ایران داره چی کار میکنه، خب چیزی که شاهدش هستیم این هستش که ما یه بودجه جاری خیلی بزرگ داریم که متاسفانه هیچ کدوم از این کارکردها یا فانکشن های مورد انتظار نمیتونه به خوبی عرضه کنه. به همین دلیل هست شما رفاه افراد ایرانی تو خونه به طور متوسط خیلی بهتر از رفاه تو بیرونه. من میگم یه خارجی میاد ایران، اول نگاه میکنه میگه چقدر کثیف بود، میاد تو خونه چرا همه LCD، یخچالای سایت بای سایت، فلان کامپیوتر فلان. یعنی شما ضعف دولت رو تو خیابونا قشنگ واضح میبینید. خب این چی رو داره نشون میده؟ این که بودجه جاری شما نمیتونه این انتظار این که کالای عمومی با کیفیت شما داشته باشی رو عرضه بکنه. اونقدر امنیت که دوست داری فراهم نمیشه، اونقدر سلامت که دوست داری فراهم نمیشه، اونقدر دادگاه‌های پیشرفته به موقع، سریع، با کیفیت، سالم که دوست داری نمیتونی داشته باشی. نه همه خدمات دولت هستش دیگه. شما نمیتونی بگی من قوه قضاییه خصوصی بخوام داشته باشم، نه نمیتونی داشته باشی. خب و امثال هم، یا ایمنی راه‌ها، جاده‌ها، خب این چقدر متلفات داریم. یا رگولیشن، خب ما میدونیم که رگولیشن ها هم ضعیف هستش، بازارهای ما خوب مدیریت نمیشه، برای هم انواع فسادها، انواع تضییع حقوق افراد، تقلب‌ها اینها رخ میده، اجحاف‌ها رخ میده، برتری‌های غیر منصفانه رخ میده، چون رقابت درست رگولیشن و تنظیمگری انجام نمیشه. بعضی ناحق جلو میفتن، بعضی ناحق عقب میفتن و همه یه احساس نارضایتی تو خیلی از بازارها وجود داره. پس این کارکرد رو هم نمیتونه داشته باشه متاسفانه. خدمات دولت رفاه هم که متاسفانه با ضعف بیش از پیشی روبرو هست. شما میدونید که دولت رسما تو تامین مالی آموزش عالی گیر کرده، مجبوره هی بیش از قبل خصوصی بکنه، شهریه بگیره که به احتمال چیز درستی هستش. باید اونجا رو دست برداره بره سمت آموزش عمومی. اونجا هم متاسفانه بودجه نداریم، آموزش عمومی با کیفیت نداریم و همین جامعه مجبوره بره سمت مدارس غیر انتفاعی و اونایی که نمیتونن برن از آموزش قابل قبول برخوردار نیستن. به لحاظ درمان و سلامت هم که باز مشکل داریم و سیستم بسیار ناکاراست. علیرغم هزینه سنگینی که میشه، باز شما فقر ناشی از هزینه‌های سنگین سلامت رو داری. یه عده‌ای به خاطر اینکه یه عضو خانواده دچار یه بیماری که پرهزینه میشه میفتن زیر خط فقر و این داده‌هاش هستش و اینها و متاسفانه مستند هست. خب از این جهت هم مشکل داری. از اون سمت هم تقریبا بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها دیگه نداری. 10 سال شما تقریبا پولی برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه نمی‌کنی. پول قابل قبوله. مثلا چرا 50,000 میلیارد تومان داره از سرمایه‌گذاری؟ 50,000 میلیارد تومان پولی نیستش که. خب نتیجه چی شده؟ پروژه عمرانی و زیرساختی ما طول عمرشون شده بالای 15 سال. یعنی بیش از 15 سال طول میشه یه پل ساخته بشه، یه راه زده بشه، یه بیمارستان ساخته بشه و امثال. این یعنی هیچی. خب این یعنی تو جهان رقابتی امروز یعنی هیچی.
خب از اون برم چه اتفاقی افتاده؟ شما یه بدنه بسیار بسیار وسیع کارمندای دولت داری که میدونی توش 4 میلیون نفر حدوداً ظاهراً به نحوی به دولت مرتبط هستن و شما میدونی که خیلی از اینا کار نمیکنن، به اندازه کار نمیکنن، 8 ساعت در روزی که میرن شاید 2 ساعت هم کار نکنن، بیکاری پنهان به اصطلاح بهش میگن. بسیار فراگیره. خب از حالا تو بخش درآمده میگه از حقوق جامعه شما ور میداری میدی به 4 میلیون نفری که قضیه سری خدماتی به جامعه بدن که نمیدن، که انجام نمیدن و بیکاری شدید داری. بنابراین ناکارایی وسیع اینجا شما میبینی، پول زیادی میاد صرف میشه، خروجی نداره. اون انتظاراتی که از دولت داشتی برآورده متاسفانه نمیشه. خب رو هر کدوم اینا شما میتونی دست بذاری. خب در کنار اینها فرهنگ این که جور همه چیز دولت بکشم هست. هر جا کم میاد بالاخره همه یاد گرفتن تو ایران کافیه بریزیم تو خیابون، حکومت هم میترسه، میگه چجوری جمعش کنیم، باشه پولشو یه جوری میدیم. اینو بالاخره بخش مختلف یاد گرفتن که دولت رو میتونیم بترسونیم، ازش باج میگیریم، باج مالی میگیریم. باج مالی خودشو کجا نشون میده؟ تو بودجه. نتیجهش چی میشه؟ مثلا شما مثلا بیش از مثلا عددش الان خاطرم رفت، بیش از 200,000 میلیارد تومان فقط مثلا کسری صندوق بازنشستگی داری. خب بازنشسته هی تهدید میکنن حقوق ما کمه، حقوق زیاد نکنی، یکسان سازی نکنی، چیکار نکنی، میریم تو خیابون. حکومت خب نمیخواد اینا بیان تو خیابون، مجبور چیکار بکنه؟ افزایش هزینه بده. به چه قیمتی این کار میشه؟ دیگه پول برای زیر ساخت نمیمونه. درست شد؟ کارمندایی تهدید میکنن اگه این کار نکنیم ما میایم اعتراض میکنیم، اعتصاب میکنیم، فلان میکنیم. دولت هم خب دوست نداره این اتفاق بیفته، تسلیم میشه، میگه باشه شما برید سر جاتون بشینید، ما پول میدیم. از کجا میدیم؟ از پروژه زیرساختی میزنیم. نتیجهش چی میشه؟ انبوهی شرکت‌های خدمات مهندسی ما که باید از طریق پروژه زیرساختی تامین مالی میشدن، فعالیت میکردن، همه بدبخت شدن رفته. 20 سال پیش شرکت‌های مهندسی ما بسیار فعال بودن. شغل مهندسی تو ایران خیلی شغل شریفی بود. چرا؟ چون پر کار بود. پروژه عمرانی ما خیلی فعال بودن، دولت کلی پول تخصیص میداد. درست شد؟ در طول زمان هی از این کم شد، ریختن تو بخش بودجه جاری. اینجا تقریبا هیچی نموند. خب کی باختش؟ در وهله اول تمام شرکت‌های خدمات مهندسی باختن. شغل مهندسی جایگاه اجتماعیش از دست داد. حقوق مهندسا اومد پایین، مهندسا بیکار شدن و امثال هم. تو بلند مدت هم جامعه ضرر کرد، چون دیگه زیر ساخته نمیشه، زیر ساختای موجود هم داره فرسوده میشه. شما یه سفر برو کاشان، آزادراه تهران کاشان، به این پر چاله است. دیگه دولت پول نداره ترمیم کنه. تهران قزوین برو همش همینجوره. تمام زیر ساخته داره فرسوده. دانشگاهی کشور سر بزنید، ساختمون همه داره گریه میکنه. بله. چون زیر ساخته همه داره دچار فرسایش هستش. خب این تراژدی بزرگی است که متاسفانه ما باش عدم تناسب هزینه‌ها با خدماتی که دولت ارائه میده. بله اونم که داستان دیگه است که شما هیچ کس رضایت نداره از کیفیت خدماتی که دولت داره عرضه میکنه. بسیار خوب. آقای تجریشی، ما این مسئله ضرورت توجه به برنامه بودجه دولت و معضلاتی که داره بالخصوص سمت هزینه‌ها رو چه نکات دیگری میتونیم بهش اضافه بکنیم؟ نکته خیلی مهم به نظرم توی که حالا یکی از اصول اقتصادی هستش اینه که مردم کلا در تصمیمات خودشون درگیر بدبستان هستن. ما با یک ترید آف مواجهیم. این هم در سطح خرد وجود داره، هم در سطح کلان، در سطح دولت هم وجود داره. در سطح خردش که مشخصه هر خانواده‌ای میخواد تصمیم بگیره که مثلا یک خزینه‌ای بکنه، بالاخره چون منابعش محدوده، وقتی یک هزینه رو تصمیم میگیره بکنه، انگار تصمیم گرفته یک هزینه دیگری رو نکنه. یعنی با این بدبستان خودش رو قبول پذیرفته که من دارم روی این موضوع هزینه میکنم، پس هزینه دیگری رو نخواهم کرد. اگه یک خانواده‌ای داشته باشیم که بگه من نه رو همه چیز میخوام هزینه بکنم، عملاً یعنی هیچ اولویت خاصی نداره و عملاً رو هیچ چیز نمیتونه تمرکز کنه و در واقع هزینه موثری انجام بده. این به نظرم تو سطح دولت هم خیلی نکته مهمیه فهمش و که خود دولت هم یعنی جامعه هم باید اینو بپذیره که ما تو هزینه‌های خودمون
دولت دچار یک بدبستانیه. یعنی باید در این بدبستان رو حل بکنه. یعنی اگر میخواد یک هزینه انجام بده، نمیتونه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داشته باشیم. مثلا یعنی همه چیز رو میخوایم داشته باشیم. تو برنامه‌ریزی هامون هم همینه. مثلا میگیم آقا میخوایم برنامه توسعه بریزیم، میگیم تو همه چیز مثلا باید مثلا سر باشیم، تو همه چیز باید پیشرفت بکنیم، تو همه چیز باید هزینه بکنیم. هر کسی هم یه چیزی بهش اضافه میکنه. حتی بعضا دولت یه چیزی میفرسته در مجلس، مجلسیا نماینده‌ها چیزایی بهش اضافه میکنن. خیلی از هزینه‌ها اتفاقا تو مجلس بهش اضافه میشه. هر نماینده‌ای در دغدغه مثلا حوزه انتخابی خودش رو داره، دغدغه حوزه‌ای که در واقع حوزه تخصصی و کاری خودش رو داره، ارتباطات خودش رو داره. عملا این بدبستان خیلی فهم نشده که ما داریم وقتی یک هزینه‌ای رو انجام میدیم، خب بعد بفهمیم که نمیتونیم هزینه دیگری رو انجام بدیم، یا نه اگر می‌خوایم هزینه انجام بدیم این به درآمدم مرتبط میشه. یعنی خب هزینه انجام دادن متناسب با اینه که خب بعد درآمدش هم داشته باشیم، یعنی بفهمیم که از کجا می‌خوایم بیاریم. یعنی یک انتخابیه که بعد جامعه و در رأس اون دولت انجام بده. مثلا ما دولت‌هایی داریم، همین آقای دکتر فرمودن، دولت‌های رفاه، مثلا اینا انتخاب کردن که مثلا تامین اجتماعی خیلی خوبی داشته باشن، سیاست‌های حمایتی خیلی خوبی داشته باشن. مثلا می‌بینیم تو اون کشور اصلا هیچ فقیری وجود نداره، کلا همه راضی‌ان، بازنشستگی خیلی خوبی داره بهشون رسیدگی میشه. میگی خب چه خوب، پس انگار همه چیزو مثلا دارن. بعد می‌بینیم که نه، مثلا خب اینا درسته که انقدر هزینه دارن میکنن، آموزش خیلی خوبی دارن، مثلا بهداشت خیلی خوبی دارن، از اون ور خب منابعش رو یعنی در واقع افراد اون جامعه پذیرفتن که مثلا بیان مالیات بالایی بدن، مثلا بالای 50% درآمدشون مالیات بدن که مثلا بیان این هزینه‌ها تامین بشه. یا مثلا نه، انتخاب کردن که مثلا ما تو یک حوزه خاصی میخواد دولت هزینه بکنه، نه اینکه تو همه حوزه‌ها میخواد هزینه کنه. مثلا میخواد رو آموزش اینجا به طور خاص سرمایه‌گذاری کنه. دولت دغدغه داره که آموزش رو هزینه جدی بکنه، واقعا یک بهره‌ای ببره. و حس می‌کنم واقعا یکی از دلایلی که هم نکاتی آقای دکتر فرمودن و ما عملاً تو خیلی از حوزه‌ها سعی کردیم هزینه بکنیم ولی عملاً نه خیلی نتایج ملموسی بهش رسیدیم، اینه که انتخاب نکردیم. واقعا اگه چند تا حوزه خاص رو انتخاب می‌گفتیم آقا ما می‌خوایم تو این حوزه تمرکز کنیم، تو اون حوزه اصلا کاری نداریم، تو قسمت هزینه‌های خودمون بعد با توجه به هزینه‌ها انتخاب کنیم که خب با توجه به هزینه‌ها خب بعد درآمدش رو هم داشته باشیم. خود بحث درآمد یه موضوع مفصلی که حالا میشه همینجا بهش ورود پیدا کرد. یعنی ما عملاً هزینه‌هایی که داریم انجام میدیم جامعه باید بپذیره که اینا رایگان نیست. یعنی هیچ چیزی رایگان نداریم. اگر قرار آموزش عالی مجانی داشته باشیم، اگر قرار آموزش پرورش مجانی داشته باشیم، اگر قرار مثلا خدمات رایگانی داشته باشیم، فارغ از این که آقای دکتر فرمودن و واقعا نکته درستی که دولت در همین هاش هم خوب عمل نمیکنه، خب دولت نیاز منابع داره. ولی اینجا دچار یک ما چرخه معیوبی هستیم که از اون جامعه میگه که خب خدمات خوبی که دولت ارائه نمیکنه، برای چی من اصلا باید بیام مالیات بدم؟ خب هیچ جای دنیا مثلا دوست ندارن مالیات بدن، ولی جایی مثلا کشور ما که میبینه اصلا خدمات خوبی هم دریافت نمیکنه و همین مالیاتی که داره میده، خب بیشتر زورش میاد که در واقع مثلا مالیات بده به دولت. همه بعدشون میاد واقعا از جیب خودشون بره. ولی این بدبستان باید فهم بشه. اگر واقعا میخوایم خدمات خوبی بگیریم، دولت باید بپذیره اولا بین هزینه‌هاش این بدبستان رو لحاظ بکنه، انتخاب بکنه. واقعا ما قوه انتخاب رو انگار از دست دادیم، کلا همه چیز رو مثلا می‌خوایم داشته باشیم، از اون انتخاب کنیم که یک در واقع درآمدهایی هم باید به فکر این باشیم که درآمدش قراره از کجا بیاد. یعنی این پولش از کجا میاد واقعا یکی از سوالات مهمیه که تو بودجه باید مطرح بشه. که تو مجلس هم قبلا خیلی این مشکل وجود داشت، مثلا توی بودجه‌های سالانه نماینده‌های هزینه اضافه می‌کردن. از یه جایی بعد مسبب شد که هر هزینه‌ای میخواد اضافه بشه حتما باید مشخص بشه درآمدش از چیه، نمیشه همینجوری یک هزینه اضافه بشه. عملا اتفاقی که افتاد اینه که هزینه‌های واقعی به بودجه اضافه میشه، منابع موهومی میگیم خب اشکال نداره مثلا فلان مالیات مثلا تخمین زده شده مثلا 200 میلیارد تومان درآمدش بشه، میگیم اشکال نداره مثلا بذاریم 2000 میلیارد تومان که مثلا اون هزینه‌هایی که اونجا دادیم بود. یعنی عملا منابع موهومی، هزینه‌های واقعی. عملا دولت میمونه اینجا چیکار بکنه؟ نه به امور جدی و مهم خودش میرسه، نه اون هزینه‌ها رو درست میتونه مصرف کنه، از اون دچار کسری بودجه میشه و مشکلات دیگه که بعدش من این نکته میتونم در رابطه با صحبت ایشون بگم. دو تا نکته اول این هستش که این که عقلایی است، شما باید انتخاب بکنید پولتون رو این موضوع میخوای خرج کنی روی موضوع دیگه. تو سطح فردی خب همه عقلایی رفتار میکنن، من لباس پول میخوام رو لباس بیشتر بدم یا خوراک یا سفر یا تحصیل یا چیز. ولی چرا تو سطح جمعی عقلانیت نیست؟ به خاطر پیچیدگی مسئله جمعیه. چرا؟ به خاطر اینکه بخش سلامت جامعه یعنی چی؟ کلی پزشک و پرستار و خدمات درمانی و داروساز و وسایل پزشکی وارد میکنن، اینا پشت سر این داستان فشار میارن به نماینده‌های مجلس که آقا باید بودجه ما رو زیاد کنی. استادا و کارمندای دانشگاه و فلان و معلما اینا فشار میارن
بودجه ما رو وضعیت کنی. پیمانکارها فشار میارن که بودجه عمرانی رو وضعیت بکنی. نمیدونم صنایع دولتی و اینا فشار میارن که شما بودجه رو صنایع وضعیت بکنی. نیروهای نظامی فشار میارن نکن تهدید امنیتی تو منطقه زیادی با بودجه. وقتیش همه همزمان دارن فشار میارن، اونی که اون وسط نشسته اگر خیلی قوی نباشه که به دلایلی تو ایران خیلی قوی نیست، تسلیم میشه، به همه تسلیم میشه. یه خورده به این میده، یه خورده به این میده، یه خورده به این میده. خب و دیگه نمیتونه خودش انتخاب بکنه که من مثلا اولویتم الان اینه، اون یکی هستش و بتونه اوغلای. و ببین تا جای ممکن تسلیم میشه. همه سعی میکنن تا جای ممکن این دولت رو تحت فشار بذارن که هزینه‌اش ببره بالا. پس یه بازی جمعی میشه، نتیجهش غیر عاقلانه میشه. در سطح فرد یه نفر ذی‌نفعه، ولی اینجا گروه‌های مختلف چون گروه‌های ذی‌نفع دیگه اون منطقه کار نمی‌کنه. شما یا باید استبداد خیلی قوی داشته باشی که تمام جامعه رو قلقم بکنه، بگه صدای همه رو ببره، بگه من تصمیم میگم به هر کدوم چقدر بدم، یا یه بوروکراسی فوق‌العاده قوی جلوی مجلس داشته باشی که تو ایران متاسفانه نماد بوروکراسی دولته. دولت در برابر مجلس تو ایران به نظر من ذلیله. خب مجلس تو ایران خیلی قوی تر از دولته، برای همین غالب میشه. یه جورایی اگه بخوام یه خورده تندتر تعبیری به کار ببرم، دموکراسی بر بوروکراسی غلبه میکنه. نتیجهش چی میشه؟ بودجه بیش از حد زیاد. خب در صورتی که اگه میخوای بودجه منضبط باشه، کنترل شده باشه، باید بوروکراسی بر دموکراسی غلبه بکنه. توجه میکنم. خب این ما بوروکراسی ضعیف داریم. دولت‌ها تو ایران متأسفانه در طول زمان ضعیف شد. یه ذره ببخشید بخوام بیان کلامتون، چون تو همین نقطه هستیم، این استنکاف مردم از پذیرش این دوگانه‌های دردناک یه بخشی شاید ناشی از اینه که میگن دولت باید هزینه خودش رو تامین میکنه، چون یه چیز بزرگی تو ذهنشون دارن که دولت درآمدهای نفتی رو داره و هر مشکلی که دولت داره تو سمت درآمدا ناشی از ناتوانی اونه، به ما ربطی نداره. یعنی ما نباید به دولت بگیم تو برای ما هزینه نکن، دولت باید به فکر خودش باشه. حالا نخواه یه نکته با تو صحبتاشون نخواه، اگر مردم عقلایی فکر بکنن، خب میگن خب من مالیات بیشتر میدم، خدمات بیشتر میگیرم، خب این عقلایی هستش. اگه مردم میگن مالیات نمیدیم ولی خدمات بیشتر میخوایم، خب میگیم غیر عقلایی هستش. اما اگه مردم فکر کنن من مالیات بیشتر میدم، یه دولت ناتوانه بیز بهش پاش میکنه ولی خدمات بیشتر نمیده. تصمیم عقلایی همینه که ندم. خب یعنی ما چند حالت داریم: پول نمیدیم خدمات نمیگیریم، پول میدیم خدمات میگیریم. خب یه حالت بد داریم: پول بدیم خدمات نگیریم. خب طبیعی جامعه به این تن نمیده. شما یه دولت کارآمد میخوای که اون وقت این بتونه پوست جامعه رو بکنه، مالیات زیاد بگیره، بعد خدمات محکم بده بهش. من یادم هستش، حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنیم چون من پرهیزم، ولی برای اینکه مفهوم بشه، مثلا اون زمان که کرباسچی تهران شهردار بود، خب خیلی تعرفه رو برد بالا. مغازه‌دارام شاکی بودن، ولی احساس میگه شهر داره مدرن میشه. تهش یه رضایتی بود، میگم خب آره پول بیشتر میدیم ولی بالاخره شهر داره بهتر میشه. خب اگه کسی بیاد همون جوری پوست ملت رو بکنه ولی شهر فرقی نکرد، خب میگم برای چی بدیم؟ توجه میفهمید؟ خب این سیکل معیوب رو به نظر شما کجا باید قطعش کرد؟ از همین جایی که آقای دکتر میگن یکی بیاد و بالاخره همت خودش رو برای خدمت دادن، یا جای دیگه است، مثلا یه مسئله گرهی تو سیاست یا اقتصاد سیاسی اونجا باید حل بشه که کم کم بریم دیگه سراغ اون بخش درآمدهای دولت. چیزی که من به نظرم شاید یکی از مهمتریناش اینه که واقعا دولت باید کارا بشه تو بخش هزینه ها، یعنی واقعا هزینه هاش ملموس بشه، یعنی که مردم حس کنن که واقعا داره وضعشون بهتر میشه. چون این واقعا پله پله میشه این اتفاق بیفته، یعنی یه مقداری احتمالاً حس بشه هزینه ها داره بهتر میشه. ولی یه چیز دیگه که کمک میکنه به این موضوع و تو کشور دیگه هم تجربه شده اینه که مردم حس کنن مالیاتی که دارن پرداخت میکنن حتی بهشون گزارش داده بشه که آقا این مالیات انتخاب کن، مثلا این مالیات میخواد مثلا خرج مثلا جاده مثلا توی شهرتون بشه یا میخوای مثلا خرج فلان چیز بشه. خیلی از یعنی تحقیقات نشون داد، تحقیقات علمی انجام دادن، اونایی که این انتخاب بهشون داده میشه و واقعا هم میشه خرج کرد، تمکینشون افزایش پیدا می‌کنه، یعنی انگیزهشون واسه مالیات دادن بیشتر میشه. ولی کلا افراد دوست ندارن مالیات بدن. ولی کلا نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی با بودجه نمیشه این کارو کرد در سطح ملی، چون واقعا بودجه یه سری حقوق دستمزد، بخش عمده‌اش حقوق دستمزد، بخش عمده‌اش در واقع
حقوق صندوقاست. ما یک چالش‌های جدی داریم تو بخش همین بوروکراسی که آقای دکتر فرمودن. انقدر دولتمون بزرگ شده، انقدر مستخدم در واقع دولت داریم که اصلا هر چی هم درآمد حاصل بشه قدرت انتخاب مردم بدیم، بعد بگیم که آقا بعد حقوق دستمزد بدیم مثلا تاش، بعد بدیم صندوق بازنشستگی مثلا کسی صندوق رو جبران کنه. خیلی از این چالش‌ها رو داریم عملاً، ولی عملاً من حس می‌کنم که پله پله میتونه ارتقا بده. یعنی یه مقداری از سمت هزینه‌ها ما سعی کنیم کارا تمرکز کنیم، یه مقدار سعی کنیم گزارش دهی به مردم در اثر پرداخت‌های مالیاتیشون باشه، بیشتر تو مالیات‌های محلی شاید بشه این کارو کرد. مثلا یه ایده‌ای که وجود داره که اصلا سعی کنیم مالیات‌های محلی رو بیشتر کنیم. همونطور که دکتر فرمودن مثلا تو شهرداری‌ها و اینها مردم واقعا میتونن حس کنن، مثلا حس کنن آقا یه چیزی دارن پرداخت میکنم دقیقاً داره تو همین محله استفاده میشه. همین که حسشون نسبت به پولی که دارن به دولت میدن، چون خیلی تفاوت بین شهرداری و دولت شاید خیلی مردم حس نکنن، همین که حس کنن یه چیزی دارن یه اثری داره، به نظرم این اثر داره تو ذهنیتشون، اینه که خب میتونه پس مالیات مؤثر باشه. یا نکته بعدی به نظرم حس کنن که مالیات داره عادلانه گرفته میشه. ما یک چالش جدی که به نظرم داریم، حالا این تو بخش منابع میشه در موردش دقیق‌تر بحث کرد، مردم حس کنن واقعا هم نکته که شما فرمودید، این که مردم فکر کنن واقعا ما پول نفت داریم و عملاً چرا من باید مالیات بدم ولی مثلا فلانی نده، ها اینقدر براشون زور داره. میگن آقا طرف مثلا میلیاردره، مثلا کلی داره همین خونه خرید و فروش میکنه، کلی الان داره از این محل پول در میاره، مالیات نمیده، ولی من یه حقوق بگیر ساده‌ام یا یه مغازه مثلا کوچیک دارم، مثلا سال به سال سازمان مالیاتی پام میشه ممیز میفرسته در مغازه من، مثلا ازم میخواد مالیات بگیره. خب مردم زورشون میاد، این بی‌عدالتی هم به نظرم میبینن زورشون میاد. یه مقدار تبیین این موضوع به نظرم مهمه، چون واقعا همونطور که گفتم ما بالاخره میخوایم هزینه کنیم، بعد منابعشو داشته باشیم و یه مدت جامعه ما به نظرم عادت کرده به این که منابعم از کجا می اومده، از نفت می اومده. یعنی عملا ما عادت کرده بودیم به این که شبیه یک خانواده‌ای که سرمایه‌های آیندهشو داره میفروشه، عملا میگه که من چیزایی که دارم و میخوام بفروشم برای اینکه هزینه هامو در واقع پوشش بدم. بعضیمون هم خوب بوده، به خصوص مثلا توی دهه 80 خب مثلا از نظر فروش درآمدهای نفتی خب وضعمون خوب بوده، تهش جای مشکل می‌خوردیم قرض می‌گرفتیم، مثلا یه حدی شبیه مثلا مثل خانواده‌ای که ممکنه قرض بکنه، خیلی مالیات جدی نبود، تهش میگفتیم آقا آدما مثلا به چون حقوقشون داریم مالیات میگیم، اونایی که رسمیان مثلا اجمالاً ازشون یه حدی مالیات میگیم، خیلی چیز جدی نبوده. چند ساله که این موضوع خب جدی شده و واقعا تغییر فرهنگ نیاز داره که مردم بفهمن آقا واقعا نمیشه متکی بر نفت کلا زندگی کرد، مبتنی بر آینده فروشی زندگی کرد. ما ناچاریم اینو ببینیم، یعنی تغییر فرهنگی هم نیاز داره تو ذهنیت‌های مردم، ولی حتما لازمش اینه که حس کنن نه دولت داره بهشون خدمات ارائه میکنه که از همین مالیاتی که دارن پرداخت میکنن، بازم سختشونه، هیچ وقت نمیرسیم به این که سختشون نباشه، ولی ما داریم عملا ناچار شدیم، یعنی به خاطر تحریمایی که اتفاق افتاد و مثلا شرایطی که برای کشور وجود داره، ما ناچار شدیم بریم سمت مالیات. سازوکارش فراهم نبود، یعنی اصلا ما کلا فقط یه عده رسمی‌ها رو شناسایی کردیم، حقوق بگیرا رو مثلا شناسایی می‌کردیم، یه عده‌ای که می‌دونستیم داریم ازشون مالیات میگیم هی فشار رو اونها زیاد کردیم. از یه عده‌ای که قبلا مالیات نمیدادن کلا ممکن درآمدهای خیلی بیشتری داشتن اصلا نمی‌گرفتیم. همینم باز مردم می‌بینن خب باز زورشون میاد مالیات بدن، میگن که خب این عادلانه نیست. یعنی خیلی از جاها که مالیات میدن میگن آره همه داریم میدیم دیگه، هممون داریم میدیم، هممون هم داریم خدمات قابل قبولی با اینکه سختم از پولم بدم، اگه میتونستم ندم نمیدادم، ولی بالاخره راضی ام به همین و میدونم که آقا جز مالیات خب راه دیگه‌ای نداره، یا باید قرض بگیره از این دولت، ازم اوراق قرض منتشر کنه، قرض بگیر بعدن ازم مالیات بگیره، همین الان بگیره دیگه. ولی هنوز این مسئله خوب به نظرم حل نشده. حالا ما تا قبل از اینکه بریم سر کیس مالیات، من مایلم اینجا یه سوالی بپرسم. حل این مسئله ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها، اگه بخوایم یه ذره عملی فکر بکنیم، یعنی دقیقاً این که به جای اینکه بگیم هم این باید کم شه همون باید زیاد بشه که آخر سر معلوم نیست کدومش اتفاق بیفته، اگه بخوایم یه اولویت گذاری بکنیم، به نظر شما دولت باید این اصلاح این روند رو از سمت کاهش هزینه‌ها، خصوصا هزینه‌های جاری شروع بکنه یا مسئله افزایش درآمدها؟ نکنید اینجا مسئله اقتصادی کمتره، بیشتر مسئله سیاسی، اقتصاد سیاسی در واقع. میگن کدوم راه حل بلا سیاسی امکان پذیره. معمولاً کاهش هزینه خیلی سخته، سیاستمدارا زورشون نمیرسه. خب باز رفت سمت افزایش درآمد. افزایش درآمد اونم با سختی خودشو داره. خب بین دو تا کار سخت حالا میمونیم که چیکار میان، یه راه میانبر داری که شما موقتا قرض بکن، خب از مثلا اوراق منتشر بکن موقتا،
جفت این کار سخت رو نکن. زمان بخر، با پول این اوراق زیرساخت درست بکن، با این زیرساخت‌ها اقتصاد رشد بکنه و درآمد مالی درآمدت بره بالا. حالا پول قرضاتو پس بده، درآمدت بره بالا. و یه زمان بخر که کم کم ساختار دولت رو اصلاح بکنی که بتونی هزینه‌ات رو کنترل بکنی. ایدئالی که گفته میشه اینه، یعنی تو کوتاه مدت خیلی زورت نمیرسه بلا سیاسی این کار کنی، باید قرض بگیری. خب ولی تو میان باید برنامه داشته باشی که تو بلند مدت درآمدات زیاد بشه و هزینه‌ات کنترل بشه. توجه کنید. خب مسئله قرض هم یه مسئله سیاسیه، از این دولت به اون دولت داره که باز همش سخته. نکن موفقیت یعنی مجموعه گام‌های درست. اگه بخوای یه گام درست بری 10 تا گام غلط بری به موفقیت نمیرسی. اگه شما اوراق منتشر بکنی خرج از جاری بکنی همش، خب چی شد؟ ما گفتیم اوراق منتشر بکن، زیر ساختاتو درست بکن که اقتصاد رشد بکنه، درآمدت بره بالا در آینده. ولی اگر اوراق منتشر کنی خرج از جاری بکنی چه فایده‌ای داره؟ هدفی رو محقق نمیکنه. یا دولت‌ها بی‌مبالات بشن بگن به ما چه، ما همیش هزینه قرض درست می‌کنیم، دولت بعد بپردازه دیگه، خرج جاری می‌کنیم، همه خوشحال بشن از ما تعریف کنن. تمام گام‌های غلط رو ممکنه اتفاق بیفته. برای همین هستش که اکثر کشورها توسعه پیدا نمی‌کنن، چون کم پیش میاد که همه گام‌ها رو یک کشور بتونه موفق برداره. برای اکثر کشورهای جهان توسعه نیافتن، یه اقلیتی موفق شدن توسعه پیدا کنن. اگر یه سوالم ناظر به همون پیونده با مسئله سیاسی از خدمتتون بپرسم، چون بحث مالیات مطرح شد، این مسئله مالیات یه ارتباط تنگاتنگی داره با اینکه من که دارم مالیات پرداخت میکنم در نهایت من به یه نحوی در تصمیم گیری و نظارت بر مصرف این مشارکت دارم دیگه. خب یعنی یکی از گره هایی که به نظر میرسه وجود دیگه داره. در واقع اصلا نطفه مشروطه یا مجلس توی انگلیس از کجا شروع شد؟ گفتن که ما پول جنگ کردن پادشاه میدیم، خب حق داریم رو هزینه کرده اینم حد نظر بدیم. چرا ما فقط باید پول بدیم ولی نظر ندیم؟ و از اینجا بود که پارلمان تو انگلیس شکل گرفت و وقتی ما پول میدیم ما هم حق داریم نظر بدیم چجوری خرج بشه. ترجمه می‌فهمید؟ اگر حکومت پاسخگو نباشه در قبال پولی که از ملت میگیره، خب مردم تا جای ممکن مقاومت میکنن. مردم همین جوریش مقاومت میکنن که پول بدن. خب یه مسئله فرهنگی یعنی کف داره. همه جای دنیا داره. هیچ کس دوست نداره پولشو بده. همه دوستان پول ندن دولت خدمات بگیره. خب اینا همه داره. خب ولی یه جایی که شما هیچ پاسخگویی هم نداشته باشی، خب سخت‌تر میشه. توجیه منطقی و عقلانی هم پیدا میکنه. خب اونجا نه، ترجیح فردیه فقط. ولی اینجا دیگه توجیه عقلی هم داره. چرا من پولی بدم که معلومه تو جهتی که من دوست دارم هزینه میشه یا نمیشه. این مسئله متاسفانه جدی هستش. حالا جناب ترجیشی یه نکته دیگه من دوست داشتم بگم. یکی از اونورم هست توانایی دولت رو مالیات گرفتنم مهمه. دولت ضعیف نمیتونه مالیات بگیره، دولت‌های قوی میتونن مالیات بگیرن. خب این که دولتی مالیات زیاد نمیتونه بگیره، حریف جامعه نمیشه، نشون میده دولت ضعیفه. خب دولت ضعیف چیز خوبی نیستش. اگه دولت انقدر ضعیف باشه دزداش پلیساشو بکشن، خب زورگیرا تو خیابونا غالب بشن، رشوه‌ده‌ها مسلط باشن، خب درستکارا هم مسخره بشن، خب این چه دولتی؟ خب ما دولت قوی میخوایم. دولت قوی یکی از کارکردش اینه که محکم میتونه از جامعه مالیات هم بگیره. متاسفانه خیلی تو ایران فکر میکنن که دولت باید ضعیف باشه، هر چه ضعیفتر بهتر. نه، ما دولت قوی در این حال پاسخگو میخوایم. چون هم میترسن اینکه دولت قوی باشه زور بگه به جامعه، خب افتادن به این وادی که دولت ضعیف داشته باشه. الان ما تو همون دوگانه‌ای که شما تو سری قبل فرمودین، یعنی دموکراسی بوروکراسی، از یه طرف مردم برای اینکه احساس مشارکت بکنن باید سیستم دموکراتیکی وجود داشته باشه، نقش خودشون رو تو اون سطح کلان جامعه ببینن. از یه طرف دموکراسی تو اون لایه‌های اولش ظاهراً
تحمیل هزینه‌های سنگینی به دولت بله. خواهد کرد. بله. اگه بخوایم بدون تعارف در مورد این مناقشه در خصوص وضعیت فعلی صحبت بکنیم، باید کدوم سمت بریم؟ خب این از اون حرفایی هستش که خیلی نمیپسندن و بزنم احتمالاً خیلی بد و بیرا میگن، ولی من تصورم اینه که گره توسعه ایران از بوروکراسی میاد نه از دموکراسی. هم اکثرا برعکس فکر میکنن. ما دولت رو تو ایران بیش از حد ذلیل کردیم، کارمندای خوب رو اخراج کردیم یا فراری دادیم یا بازنشست کردیم، کارمندای ضعیف پر شدن، ناتوان هستن. اینا رو باید ببریم، کارمندای قوی بیاریم، بوروکراسی قوی، دولت قوی داشته باشیم، خب که این شروع بکنه اصلاحات اقتصادی کردن، آروم آروم هم دموکراسی رو بهتر بکنیم. خب اگه یهو دموکراسی خیلی شدید داشته باشیم، خب موج مطالبات جامعه‌ای که دچار فقر، دچار انواع توقع هستش، سرریز میشه رو کوله حکومت و با یه بوروکراسی ضعیف مجبور به همه چی تن بده. الان ول بکنی همه میگن آب مجانی، برق مجانی، گاز مجانی، همه چی مجانی. همه چی مجانی، خب معلومه تاش میشه یه تورم 2000% چون پولش نیستش. خب این طبیعت این دموکراسی خیلی شدید چیه؟ همه اینا مجانی بکن دولت. خب نمیشه مجانی، پول میخواد، هزینه داره، اینا باید با پول چاپ بکنه. فرض میشه تورم 2000 جامعه بدبخت میشه. ما همه دموکراسی زده میشن، میگن چیز بدی بود. دموکراسی بد نیستش، دموکراسی خوب هست، ولی قبلش باید بوروکراسی قوی داشته باشه. این من تو این چیز تابع فوکویاما تو این کتاب نظم و زوال سیاسیش میگه اون کشورهایی که بوروکراسی رو اول قوی کردن بعد دموکراسی توسعهشون بهتر شد، ژاپن و آلمان نمونهشن. اونایی که اول دموکراسی رو قوی کردن بعد بوروکراسی گیر کردن، مثل ایتالیا، توسعهش ضعیف‌تر از اوناست. توجه می‌فرمایید؟ حالا یه ذره حال ما ممکنه به خاطر درآمدهای نفتی فرق بکنه دیگه. آدم تردید دارن که یه قدرت خوبی بدیم بعد یهو درآمدهای نفتی هم بیاد با ما هم کاری نداشته باشه و ما متاسفانه حکومت ما با اتکا به پول نفت بوروکراسی رو نابود کرد. خب یعنی ما 2 مقطع بوروکراسی رو خیلی آسیب زدیم. حالا بگیم 3 مقطع. یه خورده سال 53 بود که شاه پول نفت رفت بالای و بوروکرات‌ها رو روند از خودش. ولی حالا یکی بعد از انقلاب بود که نگاه ایدئولوژیک تند بود، هر کی کارمند دولت، مدیر دولتی باید ریخ بیرون، وابسته به طاقوتن، کلی از چیز. یکی دهه 80 دوران احمدی نژاد بود. پول نفت رفت بالا، اینا هم گفتن چه چیزی آزمون استخدام بذاریم و انتخاب بکنیم، بذار همینجوری اشتغال رو زیاد بکنیم. در و دهات آوردن توی وزارتخونه استخدام کردن و تورم کارمندای بدون دیپلم، زیر دیپلم، لیسانسای قلابی و فلان. من یه زمانی تو دولت بودم، این پدیده بود که افراد به اسم آبدارچی میان استخدام میشدن بعد تبدیل وضعیت میشن به کارشناس. خب چنین بوروکراسی چه خدمتی میتونه بده؟ یعنی شما، من بارها اینو میپرسیدم، بخاطر موقع سمتم عالی بودش، من از هم قطاره میپرسیدم با چند درصد این کارمندات کاراتو میتونی بکنی؟ والله میگفتن که با زیر مثلا 50% اینا ما میتونیم. بعضی میگفتن با 30% هم نیروها من کارو انجام میدم. 70% بیخوده. اصلا توانایی کار کردن ندارم. من خودم تو واحدی که مسئولش بودم خیلی‌ها رو اصلا هیچ کاری ازشون بر نمیومد، مجبوریم سر کار بذارم. با این تعداد کمی کارامو پیش می‌بردن. یه امضا اضافه میشه که اونم سر کار باشه. آره دیگه، فقط اصلا با سر کار میذاشتیمش. خب یعنی مدیر میذاشتیم که سر کار باشه، برای خدمتی برای جامعه یا کمکی به من به عنوان یه مسئولی که تو واحد بودم هیچ. این یه واقعیتای تلخیه که باید گفته بشه. خب جناب تجریشی، ما اگه بخوایم بریم سراغ مسئله درآمدها، خب هم درآمدهای مالیاتی رو داریم تو عناوین مختلف و هم درآمدهای نفتی. دولت تو کجاش میتونه سرمایه گذاری بکنه و الزاماتش چیه؟ همونطور که آقای دکترم فرمودن، ما عملاً وقتی درآمدهای نفتی داشتیم تو جامعه، یعنی به صورت تاریخی مردم عادت کرده بودن انگار که خب پولشون رو از نفت داره میاد و خدماتی دارن دریافت میکنن و اتفاقاً همونطور که خودتون هم فرمودید یکی از فواید مالیات که عملاً پاسخگو کردن دولت مردم مطالبه گر باشن رو عملاً نداشتیم.
مثلا همینجوریش هم خیلی مشخصه. مثلا آدم وقتی میره یک جایی، مثلا از خدمات یک جایی داره استفاده میکنه، اگه ازش پول نگیرن خیلی هم قور نمیزنن. مثلا میگه که حالا مثلا خدمات مطلوبی بهم ندادن، میگه که از من که پولی گرفته نشده. مثلا وقتی این کم کم تبدیل فرهنگ بشه، بگه نه بعد عملاً فرهنگش این میشه که پس باید خدماتی بگیرم و پولی هم ندم، خیلی هم مطالبه گری عملا نمیشه، یک تعادلی شکل میگیره که عملا این در اثر همون پول بادآورده است. یعنی مثلا بچه پولدار نفتی که مثلا ما میگیم، یعنی که آقا یه نفر هستش که آقا کلا پول مفت عملا داشته، براش خرج میشده عملا. خب پس عملا هرچی رسیدیم به دهه 90 خب اونو ما از دست دادیم. و گفتم عملا دولت هم نرفته بود سمت، همونطور که آقای دکتر فرمودن ما دولت قوی عملا نداشتیم، دولتمون ضعیف شده بود کاملا. چرا؟ چون همش داشته به راحتی نفت استخراج می‌کرد، نفت رو می‌فروخته، هم قیمت نفت زیاد می‌شده، اتفاقا استخدام می‌کرده، کارهای دیگه می‌کرده، خدماتش رو زیاد می‌کرده، خیلی هم نگران کیفیتش نبوده، میگفته که پول که زیاد دارم، حالا کیفیت یه ذره پایین‌تر هم ارائه کنم، کسی هم که حالا خیلی براش مهم نیست، مثلا من این کارو انجام میدم. خیلی هم پس سراغ این نمیرفته که آقا راه جایگزینی واسه مثلا کسب درآمد بخوایم داشته باشیم. برای همین حتما به یه برهه‌ای رسیدیم که خب حتما لازم شد که دولت آقا پول نفتشو بذاره کنار، به فکر درآمد دیگه‌ای باشه. که گفتم اونجا دو تا گزینه مطرح میشد، یا باید درآمد مالیاتی داشته باشیم یا باید بریم قرض بگیریم. اگر مشکل قرض، خب قرض احتمالاً همون موقع ما نمیتونیم درآمد مالیاتیمون یهو زیاد کنیم، ناچار بودیم که کم کم بریم سمت قرض. و قرض خب در کوتاه مدت واقعا جواب میداد، ولی حتما نیاز به یک برنامه‌ای داشت که آقا پس می‌خوایم مالیات رو مثلا باهاش چیکار بکنیم، این قرضا رو بالاخره بعدا می‌خوایم پس بدیم. اون موقع ممکن بود ذهنیت این بود که مثلا نه، مثلا قرضا رو که بعدا با پول نفت بعدی پس میدیم. هیچ وقت ما نیومدیم سمت این که مالیاتمون رو تقویت بکنیم و واقعا کار کوتاه مدت هم نیست بحث مالیات، یعنی یک خودش یک موضوعیه که باید چاره‌اندیشی کوتاه مدت واسه درآمدها کرد که بشه در بلند مدت با مالیات این موضوع رو جمع کرد. برای همین حتما ما در سالهای اخیر و در سالهای پیش رو، یعنی در سالهای اخیر یه حدی شروع کردیم که آقا مالیات بین مردم جدی‌تر بشه، بین دولت مردا جدی‌تر بشه، آقا دقیقاً بفهمن که میخوان از چیا مالیات بگیرن، چه شکلی میخوان عدالت مالیاتی برقرار بکنن. یا شاید مهمتر از، یعنی یکی از نمودهای مهم این که دولت ظرفیت مالیاتی نداره، اصلا تکس کپاسیتی که اصلا یکی از مهمترین محورهای مثلا قدرت دولت محسوب میشه. که آقا میگه ما تی به جی دی پی مثلا که معیاریه که مثلا سنجش این که چقدر دولت میتونه از جی دی پی مالیات بگیره، خب تو ایران پایینه، اصلا زیر 10%. تو کشور او ای سی دی 30 و خورده درصد. این به این معنی نیست که ما بیایم نه پس نرخ‌های مالیاتیمون پایینه پس دولت بیا مثلا نرخ‌ها رو مثلا 3-4 برابر کن، پس بیایم هی پایه‌های مالیاتی جدید مثلا نه، اصلا دولت ما نمیتواند مالیات بگیره، قدرتشو نداره، پس بعد قدرتشو بیشتر بکنه، قوی‌تر بشه دولت. تهش اگه این کارو بکنیم صرفا بیایم هی پایه‌های مالیاتی جدید وضع بکنیم، عملاً اضافه میشه رو ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌های قبلی دولت، رو اینکه افراد فرار میکنن از این مالیات ها نمیخوان پرداخت کنن، عملاً بی‌عدالتی مالیاتی ممکنه تشدید کنیم، عملاً بیایم رو همون افرادی که رسمی داشتن کار میکردن داشتن مالیاتشون رسمی میدادن رو اونا فشار بیاریم، اونا هم تشویق کنیم برن فضای غیر رسمی کار کنن. اینا همه ناشی از این میشه که ما دولتمون ضعیفه. اما ما ناگزیریم، یعنی ما باید حتما به این سمت بریم که به هوای تقویت نظام مالیاتی اون هم که شده سعی کنیم دولت رو قوی بکنیم. تو خیلی از کشورها مثلا مردم از نظام مالیاتی به یک معنا میترسن، چون میدونن خب خیلی اطلاعات دقیقی داره، خیلی با دقت محاسبه میکنه، خیالشون راحته که عدالت مالیاتی برقراره. تو کشور ما مردم از ممیز میترسن، میترسن اون کسی که میاد حسابرسیشون میکنه این به اسنادشون رو قبول نمیکنه، تهش ممکنه یه زیرمیزی بخواد بگه نه بعد اینقدر مالیات بده، میگه اصلا میگن تو سراغ من نیا، من حاضرم بیشترم مالیات بدم ولی تو سراغ من نیا. اصلا دغدغه‌شون حتی بعضن دیگه کسب و کارهای ما از پرداخت مالیات فراتر رفته، میگن آقا من مالیات حاضرم بدم فقط کسی نیاد سراغ من بیاد در حسابرسی بکنم، یا مثلا دفترچه‌های 2-3 سال پیششو میگه بیار مثلا من بررسی بکنم، دوباره مالیات 2-3 سال پیشش عوض میکنه. مردم از این چیزا حتی بیشتر شاکیان، یعنی تو بحث مالیات شاید بیشتر از این که مردم شاکی باشن از این که مثلا ما مالیات داریم میدیم، اولا از این ناراحت که بی‌عدالتی مالیاتیه، یکی داره میده اون یکی نمیده، از این خیلی شاکیان. دوم از این که سیستم مالیاتی ما عملاً همچنان ممیز محور داره عمل میکنه، یه فرد داره تصمیم میگیره در مورد این. تو سالهای اخیر سعی شده این بهتر شه، مثلا با قانون پایانه فروشگاهی سامان معدیان سال 98 یه مقدار تلاش شده که بهتر بشه، ممیز محوری بحث علی الرأس و اینا برداشته بشه، ولی همچنان خیلی با آرومی داریم ما پیش میریم و اونم ناشی از لختی سیستم بوروکراسیمون. هنوز اصلا سیستم مالیاتی نمیتونه خودش تطبیق، اصلا خودش ذی‌نفع در این موضوع که ممیز بفرسته. اتفاقا میگه که من حاضر نیستم
ممیز فرستادن رو بزنم که این همه کارمند بیکار میشن، اولا کلی درآمدم تو همینا بوده، خود ممیزا زینفن و عملا اصلاح نظام مالیاتی خب یک پدیده چند وجهیه، ولی به نظرم حتما اولویت داره نسبت به هر چیز دیگه یا بهش دقیق پرداخته بشه و یک بعد مهم تقویت بوروکراسی کشور به نظرم توی علاوه به بحث سازمان برنامه و اینها تو درآمدی توی قسمت سازمان مالیاتی مونه. باید سازمان مالیاتی قوی داشته باشیم، شاید اصلا باید کلا یک ساختار متفاوتی رو رقم بزنیم. یکی از نکاتی که آقای تجریشی هم اشاره کردن اینه که ظاهرا ظرفیت مالیاتی خیلی بالایی هم نداره جامعه، بالاخره تو دوره‌های مختلف رشد اقتصادی پایین و جی دی پی پایین، این اصلا دیگه نمیشه بیش از این به جامعه نزدیک شد. آیا این الزام رو ایجاد نمیکنه که مسئله درآمدهای نفتی دولت واقعا مشکل از اون ناحیه حل بشه و دولت هم مکلف بشه اون درآمدهای نفتی رو صرف بخش توسعه‌ای بکنه و هی ما این مسئله رو نخوایم از زاویه مسئله مالیات حل بکنیم؟ چون انگار پیش‌فرض گرفته شده دیگه آقا مفت دیگه لاینحله و نکنید اینا گام به گام هستش دیگه. مالیات زیاد میکنین، زیرساخت درست میکنین، رشد میشه، درآمدا بهتر میشه، درآمدا بیشتر شد، مالیات بیشتر میشه، مالیات بیشتر. کشورهای توسعه یافته اینجوری گام به گام رفتن جلو. خب یه مسیر طولانی 100 ساله است. بله. خب ما شانسی داشتیم پول نفت مفت داریم. خب اگر اون عقلانیت رو داشتیم که این پول نفت رو صرف زیرساخت میکردیم، خب ما اون مسیر 100 ساله رو میتونیم تو 30 سال تو 40 سال بریم. خب متاسفانه ما خیلی این کار نکردیم. بعضی مقاطع کردیم، بالاخره بعضی مقاطع تا حدی این کارو کردیم، ولی هرچی جلوتر اومدیم دیگه نه این کار نکردیم. خب یه نکته هم هست که باید توجه کردش. نکن جامعه ما یکی از دلایلی که اکراه داشتن مالیات بدن چی بود؟ میگن پول نفت فراوون هستش دیگه، ما چرا باید مالیات بدیم؟ باید به این نقطه مرجع جامعه چیه؟ نقطه مرجع جامعه ما یکی سال 53 است، یکی دهه 80. خب برای نسل قبلی 53، برای نسل جدید دهه 80. خب که وفور غیر عادی نفت بوده، پول نفت بوده. وگرنه جامعه ما پول نفت دیگه اصلا کفاف نمیده. اصلا ما یه جامعه 30 میلیونی دیگه نیستیم، یه جامعه نزدیک 90 میلیونی هستیم. تازه چای نفت ما پیر دارن میشن، ظرفیت ما داره روز به روز کمتر میشه. سرمایه گذاری تو بخش نفت دیگه نمی کنیم که. برای اصلا اتکا به این که پول نفت یه تنه میتونه ما حل بکنه نه منطقی بود نه شدنیه اصلا. خب ولی باز هم یه گریزگاه هست برای ما که ما به جای اینکه گام به گام این مسیر رو بخوایم تو 100 سال بریم، یه سرمایه‌گذاری تو بخش نفت بشه، یه خود استحصال نفتمون بیشتر بشه، فرصتایی که بازار نفت قیمتش میره بالا فروشمون بیشتر بشه، روز زیر ساختمون سریعتر بتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم. این مسیر رو به جای 100 سال بتونیم 40 سال طول طی بکنیم، 50 سال طول طی بکنیم و امثاله. یه واقعیت تلخ هست. اون واقعیت تلخ اینه که اسمال اسکیل با لارج اسکیل داستانش فرق میکنه. دبی با ایران فرق میکنه. یه جای کوچیک رو مدیریتش برای پیشرفت خیلی راحت تره با یه جای خیلی بزرگ. یه جامعه مثلا 3 میلیونی 5 میلیونی توسعه دادنش خیلی ساده تر از یه جای 80 میلیونی 90 میلیونی هستش. توجه میکنید؟ باید به مقیاسا توجه کردش. و حالا یه فرض بکنید یه کشوری هستش 5 میلیون جمعیت داره، معادل پول نفت ایران داره. خب اون راحت، خیلی راحت تر هستش به توسعه برسه. تا یه جامعه‌ای به وسعت ایران، به جمعیت ایران، حالا همین پول نفتی که داره کمتر هم میشه، حالا بدبختی تحریم هم تو دهه 90 اومده و سرمایه گذاری هم نمیکنه، چاهای نفتش داره پیر میشه و 1000 تا هزینه جاری هم سوار شده و اینها. خب این مسئله خیلی خیلی قامزتر و متاسفانه سخت‌تر، باز کردن این گره دشوارتر هستش. خب اگه ما بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، من برداشتم از صحبت آخر شما این بود که جامعه حالا الان بالاجبار ولی به یه جایی هم باید تو تصمیم از این درآمدهای نفتی صرف نظر می‌کرده، اون گام‌های بهبود مالیات، بهبود درآمد رو طی می‌کرده و خب ظاهراً الان هم باید همین مسیر رو بریم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم در خصوص اهمیت برنامه بودجه و اصلاحاتی که باید انجام بشه، اگه موافقت هستین یه جمع‌بندی داشته باشیم ما بتونیم بحث رو من چیزی که
ما میفهمیم این هستش که بودجه نامتعادل خوب نیست. بالاخره کسری بودجه چیزی هستش که بخشی از تورم ماندگار ما ماندگارترین تورم دنیا رو داریم، طولانی ترین تورم دنیا رو داریم. خیلی تورمشون از ما خیلی بالا 4000% بوده، ولی بعد از 2-3 سال آوردن پایین. ما 40 سال تورم 2 رقمی داریم. خب این ماندگارترین تورم داریم. خب چرا؟ چون کسری بودجه ما ماندگار بوده. بنابراین باید بپذیریم که بودجه باید متعادل باشه و با یه بوروکراسی قوی و یه خورده تضعیف اختیارات مجلس که اینقدر نتونه هزینه رو زیاد بکنه بتونیم بودجه متعادل داشته باشیم. و بعد اصلاح دولت، اصلاح ساختار حکومت، اینها از مشروعیت بده به دولت که حالا مالیات رو ببره بالا، جامعه اطمینان خاطر داشته باشه که هزینه ها واقعا هزینه های مشروع و چیزی است که به رفاه واقعی اونها منجر میشه. برای این بخشی از این پروژه سیاسی هستش، از یک دولت کارآمد مشروع معتبر و بعد بیاد بوروکراسی رو قوی بکنه. ما ناچاریم ریزش از بدن دولت داشته باشیم. ما واقعا این همه کارمند نمیخوایم. ما واقعا ارتش و سپاه معادل هم دیگه نمیخوایم. 2 تا نیرو هوایی، 2 تا نیرو دریایی، 2 تا نیرو زمینی. باید اینا کوچیک بیان. ما این همه وزارتخونه نمیخوایم. واقعا خیلی از این وزارتخونه باید تعطیل بشن، کوچیک بشه. این همه سازمان دولتی نمیخوایم. اینا باید کوچیک بشن. پولایمون باید صرف چی بشه؟ تقویت اینو. ما 2 تا نهاد اطلاعاتی نمیخوایم. یه نهاد اطلاعاتی به قوی بودجه بدیم، جاسوسا رو بیشتر بگیم، بمبگذارا تروریستا رو بگیره، پلیسمون رو قوی بکنیم، آموزش عالی رو بودجهش رو قطع بکنیم، آموزش پایه‌مون رو قوی بکنیم. ولی آموزش عالی اون وقت باید ایده بدیم بهش، بگیم که اگه کسی پول نداره بهش وام میدیم، بعداً سر کار رفت درآمد داشت از اون محل تامین بکنیم. بخش درمان ما که وحشتناک هزینه داره نیازمند اصلاحات عجیب غریب هستش. ما هرز منابع شدید تو بخش درمانمون داریم. صندوق بازنشستمون که یک چاه ویل تمام نشدنی هستش. حتما اصلاحات خیلی خیلی زیاد. این کار رو نکنیم آینده تیروتاری داریم. شک نکنید تو آینده هیچ پولی برای زیر ساختمون نمیمونه. کشور ما خرابتر از الان خواهد شد به خاطر استهلاک طبیعی و تورم هم شدیدتر میشه، چون هزینه میره بالا، درآمد نمیتونه بره. و خب این آینده بدیه. ما باید حتما به سمت اصلاح بودجه، اصلاح دولت و اصلاح تک تک این زیربخشایی که در موردش صحبت کردیم بریم. اگر بریم ما مثل کشور دیگه مسائلشون حل کردن حتما میتونیم حل بکنیم. این هیچ چیز عجیب غریب نیست. کشوری به مراتب بدتر از ما، عقب مونده تر از ما اینا تونستن حل بکنن. ما که بالاخره کشور فهیمتر و با فرهنگتر و اینا هستیم، حتما باید بتونیم ما هم حل بکنیم و من خیلی امیدوارم که با روی کار اومده نسل جدید این کارو بشه سریعتر هم انجام بشه. با امید خدا. یه تجربه شما جمع بندی کلیتا اینه که ما واقعا باید همون بحثی که اولش هم گفتم، واقعا باید این بدبستان رو کاملا حاکمیت فهم بکنه که ما نمیتونیم هم بخوایم که درآمد خاصی نداشته باشیم، مثلا از اون ور بیایم هی مالیات ها رو معافیتاشو افزایش بدیم، از اون ور بگیم آقا نه نمیخوایم درآمدی عملا کسب بکنیم، از اون ور هی بریم همه هزینه ها رو افزایش بدیم. گفتم عملا این منجر به ناکارآمدی تو هزینه ها میشه، منجر به این میشه که در بلند مدت هیچ اصلاح خاصی صورت نمیگیره. ما الان عملا تقریبا 1/3 منابعمون از مالیات، در حالی یعنی بقیه‌اش عملاً قرض و فروش آینده و فروش دارایی و نفت و اینهاست که خیلی نمیشه بهشون تکیه کرد، به این معنی که بشه بگیم خیالمون راحته. واسه این معنی نیست که ما میتونیم سریع اینو افزایش بدیم، ولی این نشون میده که خب خیلی ضعف داریم توی این بود. یا مثلا از کل هزینه هامون زیر 50% هزینه‌های جاریمون، یعنی هزینه‌هایی که خب منطقاً همین الان داریم خرجش می‌کنیم، پس همین الان باید براش درآمد داشته باشیم، نمیتونیم بریم از نفت برای هزینه جاری الان خرج بکنیم. زیر 50% داره از مالیات میاد، یعنی بعد در واقع بیشتر از 50%ش که حالا مثلا همین سال اخیر به زور رسید به 50%. داره از چیزای دیگه، داره از نفت و قرض داره عملاً میاد. خب این نشون میده که ما نسبت به جیب خودمون هزینه نکردیم، یعنی یه جیبی داریم، یه توانی داریم، اصطلاحاً رفتیم خودمون رو خیلی گنده کردیم، خیلی داریم هزینه‌های بیجا میکنیم، خیلی در غیر بهینه عمل میکنیم که اینم گفتم ناشی از همون ذکای دکتر فرمودن، اون بره‌های تاریخی که عملاً اتفاقات افتاد، هزینه‌ها زیاد شد دیگه، به این راحتی هزینه که کم نمیشه، درآمدم واقعا به این راحتی نمیشه زیادش کرد. و تو بعد درآمدم به نظرم تمرکز جدی واقعا
و تو بحث مالیات نباید باشه که مالیات رو زیاد کنیم، واقعا جامعه کشش نداره. مالیات باید عادلانه الان توزیع بشه، باید از افرادی که الان مالیات نمیدن یا حتی ممکنه اصلا با اهداف غیر درآمدی بریم سراغ مالیات. مثلا الان کسب و کارها و ما اشخاص حقوقی ما تقریبا 35-40% مثلا مجموع مالیات ما رو دارن اشخاص حقوقی میدن. تو کشورهای دیگه که نگاه می‌کنیم، کشور پیشرفته مثلا 10% هست، طرف داره تولید میکنه، مثلا مجموعاً 35% درآمد مالیات داره از این میاد، 25% نرخ مالیاتشون هست، سودشون عملاً مالیات میگیم. خب این عملاً چه انگیزه داره بره تولید بکنه که اقتصادمون بزرگتر باشه که بعداً بتونیم مالیات بیشتری هم بگیریم؟ وقتی به این شکل عمل کنیم خب بعد تو خود ممکن اصلا بدون اهداف درآمدی بگیم آقا بازتوزیع بین مالیات‌ها رو عوض کنیم، یعنی مثلا مالیات‌های شرکت‌ها رو کاهش بدیم، اونایی که داره به رشد اقتصاد کمک می‌کنه کاهش بدیم، از اون جای دیگه که عملاً هیچ فایده خاصی نداره و الکی بهشون معافیت دادیم به خاطر مثلا لابی نماینده‌های مجلس ممکنه بوده، به یک قشر خاصی معافیت دادیم، به یک منطقه خاصی معافیت دادیم بدون اینکه هیچ آوردی واسه هم داشته باشه. اینا خیلی مهمه که همش هم واقعا برمیگرده به اینکه ما یک مجلسی داریم که تک تکشون روی یک بعد خاصی انگیزه دارن و عملاً این باعث شده که ما عملاً خیلی غیر بهینه داریم مالیات میگیریم، از اون خیلی غیر بهینه داریم هزینه می‌کنیم. و شاید مهمتر از این که درآمد مالیاتمون رو زیاد کنیم، حتی همین این رو توضیحش رو درست بکنیم خودش کمک بکنه به اینکه بتونیم حالا با در واقع با قدرت بیشتری درآمدهای مالیاتیمون رو بعدش افزایش بدیم. بسیار خب، دست شما درد نکنه. ممنون جناب دکتر سرزنی. امیدوارم که بحث خوبی باشه برای کسایی که بحث رو دنبال کردن. تشکر میکنم. خسته شما، سلامت باشید.